چی؟ سلام با مردم سربلندی تاجیکستان عزیز. امروز ما وقتم خوشه. وقتم خوشه برای چی؟ یک همین خیلی گپی هست که میگن از قدوم دوستان پرنور شود کاشانه ام، خانه فانوس است مهمون شاه من پروانه ام. این روز قدم استادان را مبارک میگیم. به این وریم فرمای ما استاد مهربان من حاضر من اکا شیرالی آمدگی برای خبرگیری. انا باز یک استادی دیگری من اومده اینجا بجا شده سلام علیکم. شما همتون بگه که چون همین محمد سعید یک تعریف بکنه. محمد سعید من استاد مهربانی من دائم بیایا دائم خبر میگیرن. اومده وریم فرما را خبر گرفته تو هاتر دستوش تو امیجا درون هم وریم فرما ده کافته برآورده به ما نصیحت داده است. خیلی ما را تعریف نمیکنم. استاد مهربان ما خوش آمده به وریم فرما ما، خوش آمده به خاندان ما. ما قدم شما را مبارکباد میکنیم. میخوام که یگام سخن درباره ورمی فرما درباره کارباری ما سخن گویید. سخن رو با اکای محمد سعید میتیم. استاد مهربانی ما حاجی بابا من استاد میگم باور کنی بردار اولش السلام علیکم و همه کلیه مخلصانی کانالی بیاگوم سلام ماهی پروری. ام حاجی را من بودم همین گفتم که حاجی بابا سر کنی نوار بروی خیلی مردم تماشا میکنن. خیلی تماشا میکنن یا چی بهره میبرن. بازی با یک چیزی نقل کردم که اجمو فقط بیاگون سلام ماهی پروری گفتگی نیست، لیکن ماهی درباره ماهی پروری یگون چی گفتگی نیستین. هست مردمی که همین درباره ماهی با شوق رغبت دارن. همون چیزا با گفتگو گذاشتیم که چه خیلی میفهمون این طرزی همون آموختن یا ماهی پروری. خب یو من نقل کردن واقعا تعجب آور است و ماهی را خوردنش پروستا میفهمید هستیم که آسونه. نرخ میپرسیم که 70 سوم 60 سوم یک کیلوش نشون میده. میگم که این قیمتی باده نه که در حقیقت ارزون بوده است. همون چیزی که 40 سوم 50 سوم یک کیلوش ارزون در حقیقت این قیشمو مقصد نقد یعنی فهموندین طرز پرورش کردنش در حقیقت قیمت نه که اگر آدمی که اگر میکنم بیاد بنیاد خیلی خوبه مشکل رای آسان شم بوده است. خب الحمدلله خدا با شکر. خب بردار اومده من خیلی که من با شما گفته بودم که اومده اگر راه همون غلط had ابیزت همین طرفو به راهمون توغری شده ماند اومده همین از همه کسانی با که ما فروختگی همین کیرم رو از همه همون ما البته خبر گرفته یک بار از نظر گذرونده با توصیه داده. بعد میریم گفته بودیم میخوایم ما امروز مهمونی حاجی بابا شدیم همینجا با ماهی را خوردیم خدا با شکر. یکی ماهی را فهمیدیم اگه جا بودگیه اگه جا بودنی ماهی را فهمیدم خدا با شکر الحمدلله. خب خیلی با چی گویم آخه دیگر درباره دیرکتور ما چخله به نهایت زوره یک چی من خدمت همین با چی کردم که با میگد که یک زکی ندونی از ای نودون پرس یا که از نودون علم آموز میگه چی میگه که این همین چیزی که دیده است. من همین سیتکا به نهایت وزیر همین چی یک چی میگه تکنولوژی نو یعنی تکنولوژی همین ازبکستان حوض نیست که همین تکنولوژی بسیار خوبه. همین سیتکا هم خیلی پرفته اولش که مونید اگر وقتی من خیلی گرفتم و جمع کردم من خیلی توز دم استاده من همین اخلوط ها یعنی که بیاگون سی توز به صفت بیاگون که بیاگون مایده چیده بیاگون موسر هم خیلی نغز میشه. اینا وقتی گرفتم رنگ قولین خیلی پیچونده جمع کردم میگیرید با اسراف کم توزه خوشرو میشید. منم خیلی حاضر برادر قندی مرا استاد مهربان اکا محمد سعید خیر مقدم میدم قدم شما مبارک میگیم. باز یک استاد دیگری ما اکا شیرالی بیاگوموس وحدت بیاگوموس وحدت در شهر وحدت در چیلمازور که ما قطیرم همکاری زیج داریم رفت آمد داریم. در این بود در خوجگیش هم پیسته پرورش میکنه هم چورماق پرورش میکنه هم پاولون پرورش میکنه هم کیرم ها هم بیاگوموس ما ایران وای کردیم. این روز یک نیاجیدین همه هر دوش اومدن که ما بریم حجره خبر کنه چقدر بیارکتورش چیکار کردن و کسان سخن رو با اکای شیرالی میدیم. چی گفتن یادوری؟ سلام علیکم هموطنان کانال مخلصانه کانال یوتیوب. ما این روز در مهمانی خونه حاجی بودیم. این سعید جان اومده چی بگم برادران همین حاجی واری آدمو کمه همین آدما که سین سالش ایمون خیلی کلانده این مهنتای آدمای دیدم با خدا از بچه‌های یوش همین که مهنت نمیکنن در نمی
حوالیش گندم این بغیر گندم ماهی پروری این بغیر این با بیوگومس کردگی برادرای بیوگومس می گفتن قطعی یا این خودش تیار نمیشه این هم اقفاش شب روز میدوی ما همین حاجوادا هزاران بار شما رحمت برای همین کار سر کردگیتون شما ده موفقیت کلان آرزوهای نک با شما حاجوا اینا خدا نگهبان باشه قدم استادان عزیز مبارکباد میگم برای خاندان ما یک گذشتگان ما مثال یک شعر دارن یک زمزمه میکنن که قدری زر زرگر بداند قدری جهور جهوری قدری گل بلبل بداند قدری عمر و علی ما از اینا تشکر میکنیم قدری ما رو دانسته قدم خود رو وقتی خود رو مثال وای کردن با خاندان ما آمدن ما این رو باز هم خوش آمدی میگیم نوری دیده تاج سر برادران قندی من یک چیز گفته گذارم برای همین مخلصانی همین کانال های همین общий کانال همین بیاگومس یعنی که общий کانال وای ازبکستان باشد خو تاجیکستان شو ازبکستان با هم هست همین مخلصانی که ما داریم ایمینا من دارم از ازبکستان هست با از در ازبکستان هم کانال است که با زبان تاجیکی یعنی که نمنگان یا فرغانه هم تاجیک ها هست قطعی هم صحبت شدم من با همه شما یک رسوندنی هم بردارو این اولی نسکه شب نواری خودم میمونم خب کسانی که پادپیسات کردگی نیست обязательно подписаться کنند این نوارهای ما بنهایت برای همین خلق یعنی که بنهایت برای مردمی کلی تاجیکستان با ایمینا برای مردمی دیخون فایده کلان دارد این آیندهش بنهایت نغز است اینا پاستیپینا میفهمید میبینید کسی که من همین با همین کار مشغول شدن بیمالو نترسیده سر کند میشد خب بعد همین التماس برای همین کلی هم مردمی من خودمون یعنی که با همین بیاگومس یعنی که با همین کیرم پرار من گفتنیم که من مردک از من نگرفته است یا که از این آدم نگرفته است از تاجیکستان نگرفته است از روسیه آورده است همین کیرم ها رو آورده است خود همجا به نشان دادن این حاجی بابا از من گرفته با از دو کسی با خریداری کردگی همین مردک اومده دید میگوید که من گفتم که همین کیرم ها یگون فرقیت دارد گفتن که نه من هم همین خیلی است ای شما هم ای دیگه همینجا با ای چند نفره ای سه نفر این شخص هم هست می او ای کم است این اجازه اوجه ای سه نفر همش یک نمود بوده است این گفتنی هم که التماس همین دیلتون یگون غرض یگون بخیلی نکنید که کارتون پیش نمیرد من با فن ندارد با کسی که منم یک شخص با شخصی دیگر این در اسلام اومده یک شخص با شخصی دیگر اگر در دلش یک کینه غرضی بخیلی داشته باشد وای حتما کارش پیش نمیرد کارش پیش نمیرد نبرد با همون با کسی که همون چشم دیدن ندارد همون آدم با رواج افته عمل کردن میاد با وای خداوند میتید نه که همون آدمی که در دلش کینه بنیاد زیاد دارد وای کارش پیش نمیرد التماس برادر اگر تونتون من بیایید همون سرجم میشین آخر همچی برادرانه همین کارو پیش میمونیم این گپی ما این فلانچی این خیل میگفت چونانچی این خیل گفت من نوارو دادی دوستم من این خیل کده استودم التماس همین گپا رو نکنیم بهتر خوبتر میشد برای خودم گناهی زیاد چی در کن گناهی زیاد میشد برای همون خیلی یعنی مردکو من اومدم از شهر خورون تپه اومدم خنجا بور داشتم خیلی در اومدم من این کسب داشتم من اودم بهتر نشدیم صحبتو بنیاد خوب کردیم خیلی بنیاد صحبتو نقص کردیم خیلی گپمون چسبید خدا با الحمدلله شکر همو یک جاش همین بنیاد زور میشد چی قدری که همین 3 تا 4 تا کین پرور یک جا شاید صحبت ند این بنیاد زور میاد کین پرور هم میفهمد مرغ پرور دوز هم میفهمد غرغر هم میفهمد این همه خیلی یک دیگر فهمی بنیاد خوبه تشکری زیاد خدا نگهبان شد برادران قدمشون باز هم مبارکباد میگیم خدای خداوندو چی میگیم خدای خداوندو همین برادرا را استادا را کدومی که با سوهای کیرم پروری با تشکیل سوهای بیورکتورا و سوهای تشکیل استحصال بیوگوموس شوق و رغبت داره خدای خداوندو عموما همه تاجیکستان از را خدا نگهبان باشه عمرکاشون درست تنشون صحت مقصد سالم خوشی و دیگه نصیب روزش می‌برده خدای خداوند همون سرجم باشیم یک مقصدی استحصالات بیوگوموس زیاد کنیم و تاجیکستان عزیز گل شکوفان کنیم البته خدا نگهبان باشه برادران قند من ولی ویدیو ما دوام داره ولی هوجا موی قاپی بریم ان شاء الله خدا نگهبان باشه